آنچه هستی تو را شفا می‌دهد، نه آنچه می‌دانی. من بابک توکلی هستم با مجموعه ویدیوهای کاوش در خدمت. به پا ماشین زندگی توقیف نشه. امروز در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و حیاتی میخوام خدمتتون توضیحاتی رو بگم و میدونم که با توجه و دقتی که شما خواهید داشت میتونه براتون خیلی مفید باشه. ما برای اینکه بتونیم یک زندگی سالم داشته باشیم، من این زندگی رو آوردم با یک رانندگی سالم و درست مقایسه کردم و در قالب 7 اصل که در یک رانندگی سالم و درست و بی خطر میبایست رعایت بشه و تمام راننده های حرفه‌ای و کارآمد ما دارن اون رو رعایت میکنن رو خدمتتون بگم و یک مقایسه و کاربرد اون 7 اصل در زندگی و اگر اون 7 اصل دقیقاً مو به مو در زندگی رعایت بشه، ما میتونیم یک زندگی سالم، درست و بدون دردسری رو پشت سر بذاریم، نه برای خودمون آسیب ایجاد کنیم و نه برای دیگران. اصل اول، اصل تعادل. یک راننده حرفه‌ای و کارآمد در رانندگی اگر اصل تعادل رو رعایت بکنه، اون رانندگی یک رانندگی سالم و بی آسیب خواهد. اصل تعادل در رانندگی به این شکله که نه سرعت خیلی زیاد و نه سرعت خیلی پایین. ما متاسفانه میبینیم خیلی از راننده ها رو که در جایی که باید آروم برن تند میرن و در جایی که باید تند برن آروم میرن. تو اتوبان اگه دقت کرده باشیم بعضی از افراد رو ما میبینیم که در خط 1 داره با سرعت 70 تا میره و بعضی از افراد که متاسفانه امروز در جامعه ما خیلی زیاد شده و بیقانونی تو این حوزه داره موج میزنه و من قصد دارم حتما در آینده یک ویدیو در رابطه با اینکه چطور یک رانندگی سالم داشته باشیم و چطور به قوانین رانندگی احترام بذاریم ضبط کنم و خدمتتون ارائه کنم. اما همینقدر امروز بدونین که متاسفانه خیلی الان هستن در خط 3 که باید آروم برن، پرشتاب با سرعت 120 140 150 تا دارن رانندگی میکنن. پس تعادل در رانندگی یعنی اینکه تو دقیقاً در جای مناسب سرعتت باید پایین باشه، در جای دیگری که باید سرعت بالا باشه باید به اندازه و به سرعت بالا بری. و امروز میدونیم که بالاترین سرعتی که ما در اتوبان هامون اجازه داریم ازش استفاده کنیم 120 در ساعت هستش و این خیلی خوبه که رعایت بشه و قطعاً افرادی که دارن رعایت میکنن نتایج خودشون رو دارن میگیرن. میخوایم ببینیم این اصل تعادل در زندگی چطور داره به ما کمک. اصل تعادل در زندگی اینه که ما نباید خیلی پرشتاب حرکت کنیم، خیلی عجول باشیم و دنبال این باشیم که هر روز فقط بدویم و از همه ابعاد زندگیمون غافل بشیم و فقط تلاش کنیم برای اینکه بخوایم به اهدافمون برسیم و نه باید خیلی شل و بی‌تفاوت و خیلی اهمال کاری کنیم. دقیقاً باید متوجه زمان باشیم، آگاهانه حرکت کنیم و بدونیم که کجاها باید تلاش کنیم، کجاها باید سرعت رو کم کنیم و به بقیه ابعاد زندگی توجه داشته باشیم. اصل دوم، اصل هدفمندی هستش. یک راننده خوب اول قبل از اینکه پشت فرمون بشینه هدف و مقصد خودش رو مشخص میکنه و دقیقاً میدونه که چرا پشت فرمونه. اگر ما بدون هیچ هدفی بخوایم پشت ماشین بشینیم، مثل همین اتفاقاتی که امروز ما متاسفانه در سطح شهر میبینیم، اصطلاحاً بهش میگن دور کردن. بلند میشن میان و فقط باعث ایجاد ترافیک میشه و باعث مزاحمت واسه شهروندان و سوخت اضافه، آلودگی بیشتر و مشکلات بیشتر. ولی وقتی که یک راننده حرفه‌ای هدف داشته باشه و دقیقاً مقصد براش مشخص باشه، در کوتاه‌ترین زمان میتونه به هدفش برسه و انتخاب مسیر رو انجام بده و به نتیجه برسه. و اگه یک راننده هدف نداشته باشه، در واقع فقط هزینه است که داره برای خودش و جامعه ایجاد میکنه. در زندگی هم ما نیاز به هدفمندی داریم. انسان اگر هدف نداشته باشه در واقع عمر خودش رو داره در حوزه مادیات تلف میکنه و بعد از یک مدتی هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آورد و فقط دچار افسردگی و سرخوردگی خواهد شد. پس اصل هدفمندی هم در زندگی یکی از اصول بسیار مهمیه که باید رعایت کنیم و داشته باشیم. اصل بعدی که یک راننده حرفه‌ای باید رعایت کنه و رانندگان حرفه‌ای رعایت میکنن اصل تمرکز هستش. اصل تمرکز یعنی اینکه یک راننده باید دقیقاً متمرکز هدفش باشه و به هیچ عنوان نه به چپ و نه به راست نگاه کنه. شما اگر در اتوبان با سرعت 120 تا دارین میرین، این تمرین که من میگم انجام بدین دیگه هیچ وقت به زندگیتون ادامه نخواهید داد و برای همیشه فوت خواهید. و تمرین اینه که حتما در سرعت 120 تا بودی یک لحظه سرتو برگردون به سمت گاردریل و ببین چه اتفاقی میفته. اونجاست که شما با گاردریل برخورد میکنید و برای همیشه دار فانی رو ودا میکنید. پس راننده میدونه که باید تمرکز داشته باشه و مستقیم باید به هدفش توجه بکنه و فقط به جلو. در زندگی هم ما نیاز به اصل تمرکز داریم. افراد برای اینکه بتونن در دنیای مادیات موفقیت‌های خوبی به دست بیارن و بتونن
بخوان درآمد بالایی داشته باشن و از آسایش خوبی برخوردار باشن، باید اصل تمرکز رو رعایت کنن. اما متاسفانه ما امروز می‌بینیم که خیلی از افراد به جای اینکه متمرکز بر هدفشون باشه، دائم دارن به چپ و راست نگاه میکنن، دائم نگاه میکنن که فلانی چیکار کرد، فلانی این کار کرد، فلانی اون کار کرد، نفر کنار دستیشون الان تونسته موفقیتی به دست بیاره، وای منم باید الان تلاش کنم برام موفق بشم. یا نگاه میکنن نفر سمت راستیشون هیچ تلاشی نمیکنه، موفق نیستش، به هیچی نمیرسه، اینم خیالش راحت میشه، میگه که خب پس حتما نمیشه، اون موفق نشده پس لزومی نداره منم تلاش کنم. دائما به چپ و راست نگاه کردن اصل تمرکز زیر سوال میبره. در زندگی اگر میخوای به نتیجه برسی، بر مبنای تمرکز، بالاترین قدرتی که در انسان وجود داره و نیروی بسیار شگفت انگیزی که انسان داره نیروی تمرکزه و این زمانی ایجاد میشه که من یک هدف مشخص داشته باشم و تمام نیروهای خودم رو متمرکز اون یک هدف بکنم و با تمام وجودم به سمتش حرکت بکنم. اصل تمرکز باعث میشه که ما بتونیم به هر دستاوردی که میخواهیم برسیم. یه ذره‌بین رو شما تصور بکنید، این ذره‌بین همینجوری هیچ قدرتی نداره، ولی وقتی که در مقابل نور خورشید قرار میگیره و نور خورشید رو متمرکز میکنه، میتونه هر جایی رو بسوزونه. اصل تمرکز نور رو تبدیل به لیزر میکنه، آب رو تبدیل به لیزر میکنه و میتونه یک دیوار بسیار ضخیم رو برش بده. این قدرت رو انسان داره. پس بنابراین اصل تمرکز زمان ایجاد میشه که ما به هیچ عنوان به چپ و راست خودمون نگاه نکنیم، به دیگران کاری نداشته باشیم، دنبال این نباشیم که ببینیم که هی بخوایم فلانی اگر یه کاری کرد پس این کار جواب داده منم برم این کارو بکنم. و امروز ما متاسفانه در آدم‌ها اینو خیلی زیاد می‌بینیم و توجهی ندارن. یه هدفی رو برای خودشون مشخص میکنن، به مجرد اینکه یک پیشنهاد جدید ایجاد میشه اینو رها میکنن، میرن سراغ پیشنهاد بعدی. این میشه پرت کننده های حواس. ما در مسیر موفق شدن و پول درآوردن و رشد کردن و به کسب کار خوب رسیدن نیاز به تمرکز داریم و باید از پرت کننده های حواس به شدت فاصله بگیریم. پس توصیه میکنم که همونجوری که در رانندگی اگر به چپ و راست نگاه کنید شما به گاردریل برخورد میکنید و هیچ وقت به مقصد نمیرسید، در کسب و کار، در رشد بیزینسی و دنیای مادیات اگر درگیر چپ و راست خودتون و دیگران بشین به هیچ وجه نمیتونین به هدف برسین و دچار آسیب‌های زیادی میشین. اصل چهارم قانونمندیه. ببینید یک راننده حرفه‌ای اگر به قوانین رانندگی احترام نذاره و اگر اونها رو نشناسه هیچ وقت نمیتونه نتیجه بگیره. باید بدونه که در اتوبان اجازه اینو نداره که مثلا در این جای مشخص از سمت راست یک راننده دیگه عبور کنه. باید بدونه که اینجایی که امکان دور زدن وجود نداره نباید دور بزنه، جایی که ورود ممنوعه نباید ورود کنه. هر کدوم از این تخلفات از قوانین باعث آسیب میشه و باعث هزینه میشه. در زندگی ما هم به همین شکله. یک سری قوانین در این جهان وجود داره، مثل قوانین کارما، مثل قوانین دارما، مثل قوانین بقای انرژی، مثل قانون شوک‌گذاری و قوانین بسیاری که قطعا خیلی از شما هم میدونید. ما برای اینکه بتونیم یک زندگی درست و سالم داشته باشیم باید این قوانین رو بشناسیم و بر مبنای این قوانین حرکت کنیم و نمیتونیم برای خودمون هر جوری که دوست داریم خودمختارانه عمل کنیم و هر کاری که دلمون میخواد بکنیم و هر جایی که دلمون میخواد دور بزنیم. اینجاست که دچار آسیب‌های بسیاری میشیم و هیچ وقت نمیتونیم به هدفی که مد نظرمون هست برسیم. اصل بعدی که یک راننده حرفه‌ای باید اون رو رعایت کنه تا بتونه یک رانندگی خوب و قانونمند داشته باشه، اصل پنجم اصل حضور هستش. اصل حضور یعنی اینکه یک راننده آگاه میدونه که در اکنون و در لحظه باید رانندگی کنه و متوجه تمام مسائل اطرافش باشه و نگاهش به جلو باشه. همونجور که ما در یک ماشین میبینیم شیشه جلو خیلی بزرگتر از آینه عقب هستش. یک راننده حرفه‌ای بیشترین نگاهش به جلوه و هر از گاهی به عقب، یعنی در واقع به آینه عقب نگاه میکنه برای اینکه بتونه تنش کمتری برای خودش و برای دیگران داشته باشه و بتونه به سلامت به مقصد برسه. اگر یک راننده دائما متمرکز جلو و آینده باشه هیچ وقت نمیتونه سالم به مقصد برسه، چون که نمیدونه که در اطرافش چه خبره، در پشت سرش چه خبره و نمیتونه در جایی که لازم هست سبقت بگیره و به مسیرش ادامه بده. و اگر دائما فقط به آینه عقب نگاه کنه اساسا نمیتونه حتی 1 متر هم به جلو بره و اینجاست که دچار تصادف خواهد شد. در زندگی هم همین طور هستش. یک فرد برای اینکه بتونه یک زندگی سالم و درستی داشته باشه باید اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به اکنون داشته باشه. باید در اکنون زندگی کنه ولی با نگاه با آینده و هر از گاهی مثل همون راننده‌ای که هر از گاهی به آینه عقب نگاه میکنه هر از گاهی فقط به آینه عقب نگاه کنه. متاسفانه خیلی از آدم‌ها یا دائما و بیشترین زمانشون رو متمرکز آینده هستن یا در گذشته هستن. اینجوری شما هیچ وقت نمیتونی ماشین زندگی تو به جلو ببری. اگر بخوای دائما به گذشته نگاه کنی متوقف میشی
میشی و اگر بخوای فقط به آینده نگاه کنی هم متوقف میشی و نمیتونی حرکت کنی و دچار تنش میشی. پس در اکنون باش، از زندگی لذت ببر، حضور داشته باش، اما با نگاهی به آینده و نیم نگاهی به گذشته. به گذشته نگاه کن، درس ها، نکات و آموزش هایی که هست، به تجاربی که اونجا هست با عشق نگاه کن و از آنها بیاموز و این رو برای پیشبرد اهداف در آینده ازش بهره مند شو. و اصل ششم اصل پذیرش هستش. یک راننده درست و حرفه‌ای اگر سوار ماشین پراید هستش، این رو پذیرفته که ماشین پراید یک ظرفیتی داره. با ماشین پراید تو نمیتونی خیلی از کارهایی که یک ماشین پورشه میتونه انجام بده. کاری نداریم که امروز متاسفانه در جامعه ما پراید رو به گونه‌ای باهاش برخورد میکنن که قابلیت انجام هر کاری رو داره و باهاش هر کاری رو دارن انجام میدن و این ماشین یه استثناء شده تو ایران و البته که بیشترین حوادثی که امروز ما در جامعهمون داریم متاسفانه از طریق همین ماشین داره اتفاق میفته. چرا؟ چون رانندگان عزیزی که پشت این ماشین میشینن اصل پذیرش رو رعایت نکردن، یعنی نپذیرفتن که این ماشین یک ظرفیتی داره. قدرت این ماشین یک اندازه مشخصیه. این ماشین یک اتاقی داره که یک میزان ضربه رو میتونه تحمل بکنه. چرخ‌های این ماشین به یک میزان قدرت دریافت نیرو رو دارن و فرمون این ماشین یک مقدار میتونه هندلینگ و یا فشار رو تحمل بکنه و وقتی بیش از این اندازه فشار بهش وارد کنی آسیب‌زا میشه. یک راننده حرفه‌ای با پذیرش اصل پذیرش هیچ وقت ماشین خودش با دیگری مقایسه نمیکنه و خودش رو درگیر دیگران نمیکنه که اگر یک ماشین مثلا مدل بالاتر، یک پورشه، یک بنز، یک ماشینی که شاسی بلند قابلیت‌های بیشتری داره اومد از کنارش با سرعت عبور کرد یا یک کار خاصی تونست تو جاده انجام بده، این نمیگه پس منم میتونم برم این کارو انجام بدم. این پذیرفته که این ماشین قابلیتش اینه و با پذیرش میتونه امنیت برای خودش و شهروندان دیگه‌ای رو رقم بزنه. در زندگی هم به همین شکله. هر انسانی باید استعدادها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های خودش رو بپذیره و با پذیرش خودش اقدام بکنه. ما به هیچ عنوان حق مقایسه کردن خودمون با دیگران رو نداریم. هر کسی با استعدادها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های خاص خودش به این دنیا میاد و هر کسی یک مسئولیت و رسالتی برای این دنیا داره و قرار نیستش که ما با هم مقایسه کنیم. اگر یک فردی مثلا تو یک مقطعی، تو یک جایی، تو یک شرایطی موفقیت‌های خیلی زیادی به دست آورده، من بیام خودم رو با اون مقایسه کنم و خودم رو سرزنش کنم، ملامت کنم که چرا پس من نتونستم، یا بخوام به خودم فشار بیش از اندازه بیارم که من هم بتونم مثلا پسر خالم، مثل پسر عموم، دختر خالم، دختر عموم که فلان موفقیت رو به دست آورده منم به دست بیارم. نه، من با اونها متفاوتم. باید بپذیرم چه توانمندی‌هایی دارم، چه استعدادهایی دارم، چه قابلیت‌هایی دارم، چطور میتونم اینها رو درست ازش استفاده کنم و از اینها بهره بگیرم تا بتونم به هدف مد نظرم برسم. و اصل بعدی که اصل آخر هست، اصل هفتم، اصل مراقبت. یک راننده حرفه‌ای همیشه حواسش به ماشینش هست، همیشه مراقب ماشینشه، هیچ وقت بیش از اندازه‌ای از ماشینش کار نمیکشه. اگر نیاز به استراحت داره، این ماشین استراحت لازم رو براش میذاره. اگر ماشین نیاز به سرویس داره، میبرتش به سرویس. حواسش به صدای ماشین هست. اگر ببینه که یک ماشین داره صدای اضافه میده، سریع به تعمیرگاه یا به متخصصینش مراجعه میکنه. یعنی مراقب ماشینشه. چون مراقب ماشینشه، پس عمر ماشینش بیشتر میشه، پس میتونه بیشتر از این ماشین استفاده کنه و میتونه بهره وری بیشتری ایجاد کنه. در زندگی مادی ما هم و در زندگی که ما داریم، برای اینکه بتونیم یک زندگی سالمتر و درست‌تری داشته باشیم، باید اصل مراقبت رو رعایت کنیم. اصل مراقبت در زندگی ما به این شکلی که ما باید حواسمون به خودمون باشه. نباید بیش از اندازه از خودمون کار بکشیم، نباید خودمون رو تحت فشارهای زیادی بذاریم، نباید استرس‌های بیش از اندازه‌ای رو برای خودمون تحمل کنیم، نباید اگر یه جایی توانمندی و استعدادی نداریم بیش از اندازه اون رو به خرج بدیم و باعث بشیم که آسیب ببینیم. و حواسمون به خودمون باشه، به جسممون، به روحمون، به روانمون احترام بذاریم، مراقبشون باشیم، به صدای بدنمون گوش کنیم. بدن ما با ما صحبت میکنه، همونجور که ماشین با راننده صحبت میکنه، بدن ما هم با ما صحبت میکنه، به شرط اینکه ما نسبت به اصل مراقبت آگاه باشیم و مراقب خودمون باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم و هیچ وقت اجازه ندیم که روش زندگی باعث بشه که ما آسیب ببینیم، چون بالاترین سرمایه‌ای که داریم خودمون هستیم. من بابک توکلی در این مسیر در کنارتون هستم. امیدوارم که بتونیم زندگی سالم، شاد و آگاهتری داشته باشیم.